سلام ازا، ان شاء الله خوب سلامت باشین. امروز میخوایم بریم غروب آفتاب رو ببینیم و تا آخر ویدیو همراه ما باشین. جایی که میریم اسمش شنند واسطه و خواستم برای شما یک ولاگ خیلی کوچک بگیرم و همراه فامیل میریم. تا آخر ویدیو همراه ما باشین. ان شاء الله که از ویدیو خوشتون بیاد و غروب آفتاب را از دست ندید. که دوستا حالا میریم یگان چیز بگیریم. کریم ضد آفتاب خود دارم، برادر میخواد کریم ضد آفتاب بگیره و چند چیز دیگه میگیریم و بریم سودا میگیریم. تا آخر ویدیو همراه ما باشین. خب دوای پشه میگیریم وقتی در جنگل داخل میشیم. هر چیز خوردن میتونه به خاطر محافظت جان ما وجود ما باید دوای پشه بگیریم. اینجا اومدیم ببینیم که چی میگیریم. بعد از این میخوایم به شما ویدیوهای جنگل بازیم. گردش جنگل است نه. ببینیم چی است. ببینیم دوای پشه. اگر جنگل میرین دوستا و از پشه مشه یا پیکنیک میرین از پشه مشه میخواین حفاظت کنین، خودتون حتما از اینا بگیرین و حتی گفتن مانه که اصلا در جلدتون هم ضرر نداره. از طرف دکترها کلا تایید شده. در اینجا نمیخوایم اعلان کنم، یعنی خواستم براتون بگم. بعد از اون میخوایم که در یوتیوب گردشگری مبانم. امروز برادرم میریم کجا؟ میریم جنگل ها را گردش میریم گردشگری، یعنی جنگل میخوایم بریم بگردیم جنگل ها را، شیرها را ببینیم، خرسا را ببینیم، شیرها را چی دیگه چی از آهوها را ببینیم. آهو خونونا اونا رو میخوایم ببینیم و اما بسیار تا هوا گرم است، ولی اینجا که داخل شدم دلم تازه شد. تا خوب یخ است اینجا. سوال توش نشدیم باید آب بگیرم. هوا گرم است، داغ است، پخته شده رایستیم، ججراخ شده رایستیم. اگر میخواین که پخته شوین بیاین ورجینیا. خوب ازان میفهمین چند دقیقه ما مونده، نزدیک به 1 ساعت و 26 دقیقه ما مونده که ما برسیم بخیر. انشالله که بخیر برسیم. ما 28 دقیقه ما مونده، 28 دقیقه ما مونده که برسیم، ولی هوا رو سیر کنیم باران است. کلا باران است، نباید نشان میتونید ببینید، ولی یک جای مقبول است. ببینید تر شدم واقعا زیاد دوستا باران است. بچه‌ها دیگه اونجا که میریم باران است یا نه تالی ما رو نمیفهم. تالی ما رو ببینیم. اوکی دوستا فقط پشت سر ما ببینید چقدر مقبول. صدقه خداوند شام چقدر مقبول آفرده. ببینید فقط زیباییش ببینید. واقعا که بسیار مقبول است اینجا. ما عاشقش شدم. ما تا از این قدر زیادتر میریم بالا میریم. خلاصه میریم دیگه، فقط شما بیننده باشید. çok şükür. دوستا فعلا هوا بارانی است، بیرون برآمدن نمیتونیم. تشکر پدرم برام گل آوردن. او چیز زرد فعلا باران جان است، منتظر هستیم که باران جان بشینه و یک چند چیلت میخوریم. برای دل شما و نزدیک غروب آفتاب شد. ان شاء الله اگه غروب آفتاب شد و ابرا اجازه بده واشه و ابرا آفتاب دیده بتونیم برای شما ویدیو میمونم. ان شاء الله که دست آمدن ما به حیف نره تا که امی باران میشینه و باران شیشت باران شیشت. خب دوستا تا وقت یک مادر پیزا پخته کرده بود، حالا اینو میخوریم که دلکای ما سیر شوه، گشنه هستیم زیاد و ما میخوایم فعلا بریم جنگل بگردیم ببینیم. میگن یک خرس مست، خرس سیاسته. ببینیم ان شاء الله که من نخوره. برادرم میگه میترسی، گفته مگه من بترسم؟ تو بیخ فرار میکنی ازش. دوستا حالا میخوایم که اینجا رو دیدین، دین اینجا از اینجا میخوایم وارد شویم داخل جنگل و گردشگری کنیم ان شاء الله که بخیر بریم و باید اول خودمون چی کنیم؟ استراحت کنیم. آفتاب نیست فعلا، ضرورت به کریم آفتاب نیست، یعنی در وجود ما بزنیم
و بعد از اون بریم چی اسپری کاری کنیم دادنه اشا بخوریم. اوکی اینی که از بیشتر گرفتم مشمولی شماندم دفعه کنیم. خب دوستا شروع میکنیم به گردش. انشالله که چیز ما را نخوره. و دعا کنین که کدام چیز نباشه اگر نه قرتمو میکنه. خب به نظر شما اینجا جن داره؟ بله اینجا جن هم داره، خرس هم داره، شیر نداره، پلنگ نداره دیگه. خب داره پدر داره، آهو داره. جن رو ببینه فرار میکنه. جن اصلا دیدن مش ما نمیتونه ولی هستن. جن حالا میریم دیگه. شما به جن باور دارین، اعتقاد دارین؟ بله جن هست. خب تو ولی جن دیدین؟ جن مسلمان هم هست، غیر مسلمان هم هست. خب تو ولی دیدین اما قصه خیگه. شما به ما یک قسم میکردین میگفتین که ما که وقتی میرفتم کدام جای امرای خرم باز میگفتین که یک دفعه میبینیم که سر خر یک چیز شیشته. ما خورد بودم. در مرکب گردم بار کردیم رفتیم آسیاب. از آسیاب که بر اومدیم دمی پشت سر آسیاب یک زمینای دشت است چی است چهار مغازه است. خط پیش اندازم حتی دیدیم تا سر بار خر شش نفر شاگی سگ. ما کلمه ما خواندم لا اله الا الله محمد میگه کسی نبود. یک نفر که کلول ملول سیادال سیاگک هم تشتاقی شو هم است. چشماش طرف من برقه میتونه. من اونجا کلمه رو خواندم چی کردم گفتم کار نداشت باشه من. نه گفت غرض نگیر که من زیاد مانده شدم. دوستای من فوت کرد بود جنازه رفتیم مانده شدم. جن گفت جنازه رفتم از مانده شدم از زمین دریا تیش اند ولو رفتم ماند تا سر خریت بالاشم تا نه که با ما کار کنیم نه با تو. شما با خدا بگید. با خدا بگو اگر با ما غرض بگیریم خاندان تا تمام میکنم. و من همینطور خاطرش داشتم. سر تا خند میبرین. خرای که میرفتم در سر خر در سر جوال گندم همین توربه گندم اشتا بودک با تا زیر تجزیه تقریبا یک 20 دقیقه 25 دقیقه قرار رفتیم دیدیم که از سر خر گم شد رفت. مای گاد یعنی باور دارم باورم بعدم فهمیدم که جن است. قبول میکردین خیزش؟ بعد اومدم در خونه با مادرم قصه کردم با پدرم گفت بچه‌م جنیات هستن ولی تو درگیر جنیات‌های مسلماناش داری. خب بعد کاری نداشت. خیلی بود بعدشون بود. این دوستا گفته اگر اسبم کاوردین بعد از این اسب وارد کردن نمیتونیم. وقتی امروز اسب کامدین اینجا اسبتون بند میکنین و بعد از این اجازه نیست که اسب ببرین. و این بخشش که میبینین دوستا جای کمپینگ هست. میتونین که اینجا کمپ بزنین. خب دوستا فعلا در منظره رسیدیم و میخوایم با شما نشان بدم بسیار مقبول است. فقط ببینین. دوستا میخوایم این قراره بریم سعی کنم اونجا برادرم مثلا اونجا میخوایم اونجا برم پیشش انشالله که نفتم نمیفتم. من راه ها زیاد خوش دارم. بسم الله. اینجا اصلا شمال نیست. اون قرار آمدیم دوستم. اون سعی کنین از اینجایی که میبره یعنی او دوستا قرار آمدیم. قرار دیگه مانده. قرار دیگه را آمدیم. میرم بدرم از قسمه که ببینیم ولی بسیار جای مقبول است. سعی کنین دوستا خود دیوانه خو هر مورد برادرم در کجا بالا شده. بالا نی پایین شده رایستن بجای از اون مدل هورا گرفته. یک دوی خیر برشان کنیم که بخیر برم. بالاخره دوستا بالا رسیدیم. نفس ما برآمد. اق چیز زدیم تمام دردای دل ما رو دمی ورجینیا چی کردیم؟ چی زدیم؟ ما از جنگل یگان از دکان یگان چیز میگیریم و میخوایم میره باز کنیم ببینیم که داخلش چی است.
خب فعلا بازش میکنیم ببینیم چی میبره داخلش. حالا دیگه کامل. قایدک میبره ان شاء الله. قایدک جیات. نه ایش نه اوکی. دیش. یا خمش میدیم. چقدر ویچشم به من یک را نداد به خدا. چه چیزی ویچشم زد. هیچ چیز دایناسور برای من دایناسور میدونم. یا. خوشه. چی بی؟ دوستا این بایکای این کمپینگ و این چیزا رو میگیریم و میریم. اما قراره که بیشتر براتون نشون دادم. اونم قراره میریم نزدیک به 10 دقیقه واره است اونجا. پای پیاده البته میریم. پیاده روی میکنیم و میریم که غروب آفتاب ببینیم. شکر آفتابم یکم رویش نشان داد روی مقبولشه. میریم که چی کنیم؟ بریم و ان شاء الله که چارج موبایلم خلاص نشه. قطعی چیز خلاص میشه چارج موبایل ما میشه نگویم و چه کنیم تکرار بفهم آفتاب است چه چشمی ببرد. او مای گاد. خب دو ساله تمام طرف همون مقصد رفت رستیم. نفسم سوخت. یعنی بایک گرفتیم. اوکی واقعا بسیار خلاص فهمیدید که خسته شدم. برادرم که از دستگاه گرفته گرفتی بایک است. مردم. کلان با طرف بالا بریم. دیگه میبینیم دیگه بایک کلان آب چیزایی تو هسته که باید یخ بانه. آب و کلاه و این چیزا. ببینیم که آخر کجا میرسیم. خب مقصد بر شما نشان دادم یا نه؟ اما جایی که میریم براتون نشان دادیم. پس اونجا میریم و فعلا ساعت 7:25 است. خلاص من میخوام فعلا چارج موبایل ما خلاص کنم و بوسیه رو دیدین اونجا چی بود و باشه میدیشم میمانم مگم. سی زاغ است فعلا دوستا. دوست زاغ که زاغ دپار گردم زاغ دو تا زاغ بعد مادرش رسید. تو کیتش تو شد همین تو سر تو روی وزیر پرت کرد. چی زاغ تو خانه که اومد دادمش تمیز عمل میکرد. زاغ بخاطر تو شکست بود. زاغ درو نور بزن. هم نور بزنم چند. خوخی. هوا میکم خنک شده. کلی منتظر آفتاب که مقبول است که تیز غروب کنه. منتظر میشیم. ما الان آمدیم سالم بهش خود معلوم نشه سه وقت شمال اینجا به خاطر آمدیم همین غروب آفتاب ببینیم ولی متاسفانه طلوع ابر دیدیم. دیده پشت اینمی ابر اینم مثل بند مونده ای. بسیار جالب بود. غروب آفتاب دیدن نتونستیم در دلم تخمه ماند. باید یک روز بیایم اینجا جای کمپ هم داره. کمپینگ کردن میتونین یعنی یک روز باید بیایم کمپینگ کنیم و هم طلوع آفتاب ببینیم و هم غروبش باید ببینیم. چون که واقعا در دلم ماند باید ببینم. واو دوستا میبینین قدرت خداونده چقدر مقبول گروپک میده. واو من خو عاشق شدم. ببینین دوستا قدر روشنی است پشت سرم. همین رو به زور میبینم راه و فعلا ساعت 9:06 شب است و ما طرف چی رفته هستیم؟ کنار می‌نویسه دیدن نمیتونیم راه و ما فعلا طرف موتر رفته هستیم که موتر بریم بالاش بریم طرف خانه و بسیار تاریکی است. سعی کنین راه رو براتون نشون بدم. فرصت فقط پدرم و مادرم مالم بلن. سعی کنین اگه گروپ نباشه. خب از دل ما آخر خانه رسیدیم. قسمی که میبینین چرا رقم شیشک شدیم به خاطر که شیشک شدیم. خب از این هم ولاگ امروزی نبود و رفته بودیم که غروب آفتاب ببینیم. متاسفانه دیدن نتونستیم ولی کامتون دیدیم. بازم خوب بود. بسیار خوب گذشت و بسیار یک جای آرام کننده آرام بخش و عالی بود. انشالله که از ویدیوم خوشتون آمده باشه و انشالله که البته از ولاگم خوشتون آمده باشه. اگر خوشتون آمده باشه یوتیوب مرا سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت کنین و با امیدی که دیگه ویدیوهای خوبش و مقبول بنام انشالله که خوب و صحتمند باشه و بای بای.